دارم بار الها پروردگارا تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بر این لحظه عبادت و بندگی بگردان. پروردگارا تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بر این لحظه دوری از گناه و معصیت بگردان. پروردگارا به حرمت این لحظه های اجابت دعا اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا مسجد ما را زودتر و تیزتر آبادتر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، چنانچه که حضرت ایشان قاری گفتند، دوام 2 ماه می شد که ما پریشان و پراکنده بودیم. باور کنید وقتی روز پنجشنبه می شد، 1 روز پیش از جمعه، ما را غم می گرفت که فردا در کجا نماز می خونده باشیم، آیا فردا برای ما اجازت می دهند نمی دهند. یعنی ما فکر می کردیم و غم جا را می خوردیم. الحمدلله که امروز به فضل و مدد و توفیق پروردگار دوباره خداوند برای ما توفیق داد و نصیب گردان که الحمدلله این حصه مسجد اندک ما آباد شد. الحمدلله برادرها، چنانچه که از ایشان قاری گفتن، این یعنی جمعه 9 جمعه می شود، یعنی 8 جمعه ما در هر جا بودیم. یعنی 9 جمعه هست که بعد از سوختار مسجد الحمدلله دوباره ما در درون این مسجد و یعنی در این عمارت مسجد نو الحمدلله که ما نماز میخونیم. برادرها و دوستا شبان روز دستگیری کردند، همراهی ما در کنار ما در قنات ما چوخ بودند. چی از دوستای یعنی این شهر خودمون شهر پیران، چی از شهرهای بیرون مسکو و لنینگراد، نوسیبیر و یعنی یکاترینبورگ و چلیابینسک و ماگنیتوگورسک و چلنی و اولینسک و دیگر شهرها که شاید نامهای اونها از یاد من برفتن، برادرها زنگ میزدن، هم دردی بیان میکردن، هم دستگیری کردن. الحمدلله همه اونها در غم ما شریک بودن. از همه اونها ما منتدار و شکرگزار هستیم. خداوند در برابر اون دستگیری هاشون، در برابر اون مهربانی و یعنی غمخواری هاشون، خداوند براشون اجر ثواب زیاد نصیب بگرداند. و شخصیت هایی که در این مسجد سهم گذاشتند، الحمدلله مسجد این یک حصش بنیاد شد. از خداوند امید است از این لحظه که عبادت می شود تا سور قیامت انشاءالله اون سهم گذارنده ها در ثواب عبادتگرهای این مسجد شریک هستند. هر شخصیتی که در این مسجد نماز می خوانه، هر شخصیتی که در این مسجد ذکر می گوید، تلاوت قرآن می کنه، هر شخصیتی که در این مسجد به نیت عبادت داخل می شود، در ثواب عبادت او شخصیتی سهم گذار و خدمت کننده شریک است انشاءالله. فقط اینجا چند شخصیت ها قابل یادآوری هستند. باور کنید روز مادر که در این شهر خودمون در بازار زاستیرافکا چای می فروخته است، مادر اومد، از سین سالش معلوم بود که از 60 ساله بالا هست، چون که به زور ره می گشت. من فریاد کرد در این جانب بیرون نزدش برو آمدم، از پول چای فروشیش 10,000 سوم جدا کرده است، یعنی کار کرده برای ساختمان مسجد ما. خیلی من تأثیر آور بود این حالت این مادر. گفتم ای مادر، خوشا به حالت که غیرت مردانگی داشته ای. بعضی از مردهای ما امروز میگریزن از این کار، از این ثواب، از این فرصت، از این یعنی مهلت مناسب. بعضی جوانهای ما میگریزن که دامولا را نبینیم، در مسجد کار نکردیم، پول ندادیم، میگریختن. اما مادره که با زور ره میگرد، شاید پایهاش در میکردن، شاید که سالش رفته بود، تو مادر محترمه شما خودتون به این پول احتیاج است، حاجت داره، اینو در خودتون صرف کنه. گفت فرزندم، گفت 1 ماه زیاد من چای فروشی کردم به خاطر این پول است. این پول حلال است، من با محنت خودم این پول جمع کردم. و خواهر محترمه هم از شهر اوفا در دوام یعنی این 2 ماه می شود 3 بار برای ما یعنی پول روان کرده است. یکم بارش 10,000، دویم بارش 6,000، سوم بارش 4,000.
الحمدلله ببینه برادران عزیز که ما بعضی زنها و مادرها و خواهرهایی داریم که غیرت مردانگی دارن، غیرتی یعنی خیلی قوی و مستحکم دارن. ما حرکت کنیم که غیرت ما، همت ما در راه خدمت راه خدا کمتر از یک زن، یک خواهر، یک مادر نباشد. برادران عزیز بزرگوار، والله قسم این فرصت غنیمت است. بعضی شخصیت دارنده هست که این فرصت و مهلت میکاوه، جستجو میکنه اما پیداش نمیکنه. این فرصت و مهلت برای ما خداوند نصیب کرده است. هر چیزی از دست می آید، هر چیزی که در توانایی تا چنانکه از ایشان کاری گفتن. اگر توانستی روزی بیا، با خدا قسم روزی میشود شخصیت ما را یعنی بارک الله میگوید و ما را یعنی برای کار میگه. چقدر خرسند میشود انسان وقتی یک کس میدرآید برای یعنی در کار شریک بودن. اما بعضی شخصیت های داریم که در کنار ما در بازار کار میکنن، از ابتدای ساختمان مسجد تا امروز حالی نآمدند. من دیگر از بعضی هاش در تارتخانه گفتم بچه های بازار خیلی گفتم خفا مانده، خیلی سست هستی. این مسجد اول آخر خداوند 5 وقته شما هست، برای شما هست. مردم بیرون یک روز از مردم شهر چلیابینس آمدن اینجا کار کردن برفتن. یک روز از بچه های والله علم اولیانس که 2-3 نفر آمدن گفتن خاص ما کاری مسجد آمدگی هستیم. اما مردم شهری پیر ما بعضیش میگه من کار دارم. سالهای زیاد برای دنیا حرکت کردی برادری، از غیر از پریشانی و غیر از یعنی ناآرامی و فقط رنج دیگر چیز ندیدی. برای آخرت هم کمی کردن در کار برادران عزیز و بزرگوار. الله مهربان در قرآن برای شخصیت هایی که در راه خدا حرکت میکنن میفرمایند استعیذ بالله ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. الله رب العالمین از مؤمنها خریداری میکنه، میخره جان اونها را، مال اونها را به جنت. برادری عزیز بزرگوار، خریداری تو الله رب العالمین است. آیا نمیخواهی که جان تا، جسم و بدن تا، حیات تا، مال تا، دارندگی تا به الله رب العالمین یعنی در فروش بگذاری؟ امروز خود در دنیا در سودا گذاشته ای، در شیطان در سودا گذاشته ای، در مال و ثروت و منصب در سودا گذاشته ای. آیا نمیخواهی که این جان عزیزی که در بدن است، این دارندگی که والله قسم الله داده است، نمیخواهی که این را به الله دوباره فروشی؟ ان الله اشترى، الله مهربان خریداری میکنه من المؤمنین، از مؤمنها یعنی از شما بزرگوارها، انفسهم، نفس اونها را، جان اونها را خداوند خریدار است. برادری عزیزی که با جسم و بدنات میای در این مسجد خدمت میکنی، حرکت میکنی، خداوند از تو خریداری داره. این در هوا و بیهوده نرفته ساده است. این اون روز و اون لحظه این است که در بازار میروی سودا نمیکنی میگوی امروز درآمد نشید، در ساختمان کار میکنی پول تا نمیدین میگوی فریب خوردم. اون نیست برادر عزیز. لحظه آمد اینجا خدمت کردی، یک سری تخته را برداشتی، یک غش گذاشتی، یک سطح لای برداشتی، این لحظه را الله از تو خریداری داره. پروردگار در برابر این جنت وعده کرده است برای تو و مالی تو را برادر عزیز و بزرگوار. شخصیتی که 1 سوم داده بودی، 100 سوم دادی، 1000 سوم دادی در این مسجد، خداوند را از تو خریداری داره. در برابر این برای تو خداوند در جنت قصرهای آباد کرده ساده است. شخصیت هایی که خدمت کرده، شخصیت هایی که سهم گذاشته، این باوری، این یقین کامل داشته باشه خداوند به نام هر کدام شما در جنت قصر آباد کرده است. من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله فی الجنه. هر شخصیتی که مسجد را آباد کنه، مسجد را بنیاد کنه، خداوند مثل این مسجدش در جنت برای او قصر آباد میکنه. ان شاء الله رب العالمین خداوند برای شما بزرگوارها پروردگار در جنت قصرها، خداوند برای این لحظه ها را از شما خریداری داره. مالتونه، جانتونه، حرکتتونه خداوند از شما خریده شده است. نگه که یک روزم در مسجد بیکار گذشت، رفتم در مسجد یاردم کردم، کار کردم، امروز درآمد نشید. این درآمد آخرت است برادر عزیز. درآمد دنیا
شاید که 1 سال حرکت میکنیم تا آخری سال خلاص میشه ادا میشه، اما این درآمد ابدی است، فنا شونده و نابود شونده نیست. برادر عزیز، ما باید در این کار، یعنی در این کاری مسجد پیش قدمی خود را نشان بدهیم که کی درجه یکم. شاید این هم مسابقه است از جانب خداوند ما را سنجش داره که در این سنجش این ساختمان مسجد کی یکم جاره از خود میکنه. روز من در یک محفل صحبت داشتم که تو برادر از شخصیت های دارنده بسیار بودن. تو برادران عزیز بزرگوار، اگر در روز قیامت خداوند هر کدام ما را، مردمی که قوم این مسجد هستیم، نزدیکی مسجد هستیم، هر کدام ما را خداوند بخیزانه بگه ای فلانی، ای شخصیت، خانت آباد بود، خانت زیبا بود، خانه من سوخته بود، برای آبادی خانه من چی حرکت کردی؟ برادر بزرگوار چی جواب میگوی؟ شخصیتی که قفاکشی کردی. الله بخیزانه و پرسد بگه خانه من ویرانه بود، چقدر غیرت ایمانی داشتی، چقدر همت ایمانی داشتی. به این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار، کاری ما چی رنگ اشان خاری گفتن از پیش است. مسجد کلان ما انشاءالله اکنون هر کدومت که گذشته دیده اینجا زمینش چقدری کندن، 24 در 24 یعنی 24 متر در 24 متر میشه. این مسجدی که ما هستیم 14.5 در 20 اسازی، یعنی که خیلی از این وسیعتر و کلانتر انشاءالله در این جانب میشوه. از روزهای آیان کارش سر میشوه. هر انسان چی غیرت داره، چی همت داری، همت و غیرت بلند فقط به خاطر الله، فقط خدا تو را دیده ساده است. بعضی انسان ها میگه من برام پول در دست خودی داملا بودم ببینم، یا اینکه در پیش چند نفر بودیم، یا یک انسان سوم میته در 10 جای دیگه میره میگه من در مسجد بردم فلان سوم دادم. برادر عزیز، مردم ببینن نبینن اعتبار نیست، خدا تو را دیده ساده است. الله رب العالمین ایچ از تو حساب داره، این را از تو دیده ساده است. به این خاطر حرکت داشته باشیم، غیرت همت بلند کنیم برای آبادی مسجد ما.